Oh my God. فرهنگی هم خب اینجا مدرسه است. ما تقریبا 12 تا همکار فرهنگی اینجا بودن که حتی ما دیشب با هم بودیم برای مراسم افطار، کنار هم بودیم و واقعا الان نبودنشون رو داریم احساس میکنیم. در مدرسه وارد شدیم، جسد معلمی رو دیدیم که از بساری میکنیم و از هنوز جسد داریم یاد داریم. میدونستن اینجا بخرم مدرسه است. چندین ساله که اینجا دیگه پایگاه موشکی نیست و پایگاه موشکی به جای دیگری منتقل شده. یا که اطلاعات دشمن ضعیف بوده، ولی اینجا مثلا ستاد فرماندهی موشکیه.